إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم جوانان، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر، ستایش و سپاسی زیاد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و از خداوند جل و علا طلب توفیق می‌نماییم که همه ما و شما را توفیق نصیب کند تا در نعمت‌ها شکرگزار باشیم، بندگان شکرگزار خداوند جل و علا باشیم. خداوند جل و علا در عمر و در جوانی و برکت بیفزاید و هر امید و آرزویی که نیکی که دارید خداوند جل و علا جامعه عمل پوشد، و خصوصا حاجیان ما که در سفر حج هستند و قسمت در این مکان مقدس رسیدند، از خداوند جل و علا برای آنها حج مبرور و ذنب مغفور و سعی مشکور طلب می‌نماییم. خداوند جل و علا حاجیان ما را با عزت، پاک از گناه، سعادتمند به وطن و نزد خانواده‌شان بر بگرداند. برادران عزیزم، چنانکه که شما می‌دانید امروز 25 ماه ذوالقعده است و روزهای اندکی ماند بر روزهای ماه ذوالحجه، ماهی که تمام انسان‌ها یعنی تمام حاجیان از تمام منطقه‌های دنیا به سفر حج می‌روند و این یکی از پایه‌های اسلام است. حج یکی از فرض‌ها است برای آنانی که دارایی دارند، سلامتی دارند، برای آنها فرض گردانده شده است. و پاداش حج هم چی است؟ پیامبر محبوبمون میگوید حج مبرور، یعنی اونی که حج مبرور میکند در حجش هیچ نقصان و هیچ کمبودی و هیچ گناه نمیکند، لیس لها جزاء الا الجنه، بجز پاداش جنت برای اون دیگر هیچ چیزی دیگر نیست. یعنی هر کسی که خالص و به خاطر خداوند جل و علا به حج می رود و این حکم اساسی رو ادا می کند و در آن رفت حج هیچ گناه، هیچ جنایتی نمی کند، پیامبر محبوبمان وعده می دهد که جزا و پاداش او جنت است. برادران عزیزم، پس از خداوند جل و علا دعا می نماییم که هر آن که امید حج رفتن دارند، خداوند به همه ما و شما و آنانی که امید رفتن دارند حج کردن را نصیب گرداند.